بچه‌ها، امروز من با یک شیوه خیلی جدید میخوام توی این ویدیو باهاتون راجع به فصل 3 زن روز صحبت کنم. به نظر شما فصل 3 زن روز از فصل 2 و 1 بدتر نشده و حتی فصل 2 هم از فصل 1 بدتر بود؟ یعنی اینکه این برنامه هرچی داره جلوتر میره فصل به فصل از کیفیتش کمتر و کمتر میشه و همینطور از بد استایلا استفاده میکنه. یعنی اینکه این برنامه واسه این تهیه شده که یه کسایی بیان اونجا که خوش استایل هستن و سر ما رو گرم کنن، ولی کسایی که میان اونجا حتما با پارتی بازی میان، با کسی که اونا رو شناخته به این برنامه راه داده شدن و میان اونجا و بهشون گفته شده که حتما باید با جنجال سازی و جنگ و دعوا مخاطب این برنامه رو افزایش بدن و مثلا سر بیننده رو گرم کنن. ولی بچه این درست نیست. کسایی که میان توی اون برنامه باید حتی از استایل سر در بیارن، چون این برنامه مفهومش همینه. ولی متاسفانه توی فصل قبل دیدیم کسایی که استایل خوب میزدن همشون متقلب از آب در اومدن، کپی میکردن. خب این درست نیست. نظر شما چیه؟